سلام عرض کنم خدمت همگی. حالا مالتون چطوره؟ خوبین؟ تو این قسمت ما میخوایم درباره یک درختی صحبت بکنیم به نام درخت BST. یک درخت دودوییه که خب کلیدهاش و ساختاری که تشکیل میده حاصل از مقایسه سری کلیدها یا اعداده. حالا ما میگیم اعداد، صرفا مثال هایی که در کتاب ها و دانشگاه ها مطرح میشه عدده، نه حروف. ولی خب حروف هم میتونه باشه، اما صرفا با عددش کار داره. خب میدونین که درخت BSC یک درختیه که سمت راست هر گره از سمت چپش بزرگتره، یا حتی از خود گره هم بزرگتره. نهایتا میتونیم این بزرگتر مساویه. این یک ساختار داده‌ای هستش که به داده هامون هم تو که اسمش مشخصه یک ساختاری میده. باعث میشه که خب داده ها به صورت احتمالی بتونیم یک مرتبه خوبی داشته باشیم تا بتونیم مثل عملیات هایی رو روی اونها انجام بدیم، روی داده ها انجام بدیم. حالا چرا احتمالی؟ چون BST یک درختی که کلا یه سری شرایط اولیه بعد خوب باشه تا مثلا بتونه یک درخت خوبی در بیاد. به عنوان مثال ترتیب ورودی هاست. شما مثلا ببین ترتیب ورودی ها رو، اگه ورودی ها رو به صورت مرتب بدین به درخت BST، خب غالبا بدترین درخت ممکن رو دارید. چون درخت یا اگه مثلا فرض کنید داده ها رو به صورت نزولی بخش سودی داده باشید، این اتفاق میفته که درخت راستگرا میشه، یعنی همه گره ها به سمت راست هم دیگه میرن. یا اگه به صورت نزولی بدین، همه درخت به سمت چپ هم گرام میشه، یعنی همه گره ها چپ هم دیگن. بنابراین یک درختی هست خب یه سری ساختارها و هدفهای خاصی داره و خاطر این مثلا بهش میگیم یه درختی هستش که به صورت احتمالی میتونه یک مرتبه خوبی بده. ولی خب در بدترین حالت این درخت مرتبه تمام عملیات، حالا یک سری از عملیاتاش از مرتبه ON که شما مثلا باید تمام اون n المنت موجود یا همون n گره رو باید بررسی بکنید تا بتونید با شرایط مد نظرت بسنجیشون و بفهمید چی به چیه. این هم از این. اما یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم اینه که این ویدیو چه فرقی با بقیه ویدیوها که حالا توی سایر شبکه‌های اجتماعی مثل آپارات و یوتیوب هستش داره. این که ما تو این ویدیو میخوایم درباره یه سری نکات و یه سری هدف‌هایی رو داریم. اول از این که ما از کتاب CLRS شروع میکنیم به یادگیری، یعنی یاد دادن و کد نوشتن. و این که مثلا کتابش مثلا میارم اینجا، یه کتاب CLRS هستش که اینجا من دارم. این کتاب مقدمه به الگوریتم ها ورژن آخرین ادیشنش هم که همین 4 دیگه. خب بعد مثلا میکنم از این کتاب شروع کنم به نوشتن و یه سری ساختمان داده ها رو معرفی میکنم و اونجا مینویسمشون. بعد بنابراین این کتاب توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور به عنوان مرجع درس های الگوریتم و الگوریتم های پیشرفته مثلا هستش انتخاب شده. و اینکه تو کنکور هم این کتاب خب قاعدتاً منبع کنکوری مربوط به بحث ساختمان داده و طراحی الگوریتم. بنابراین کتاب مهم و خوبیه و آموزش‌های خوبی هم داره، یعنی سوالات خوبی داره و خیلی هم سعی کرده آموزش‌هاشو به صورت زبان ساده بیان میکنه. من یه نگاه کوچیک رو گذر داشته باشیم اینجا که من میخوام بگم چیکار می‌خوایم بکنیم الان. این یه سری از کانتنت ها یا مواردی هستش که تو این کتاب مطرح شده، ولی ما صرفا با بایندینگ تشتیرش کار داریم، یعنی که همون BST خودمونه. حالا BST چی و اینا هم دیگه بهش نمیپردازم چون یک صحبت کوچیکی کردیم در این باره. بعد این اوردر واک و اینستار صحبت شده که من حالا کاری بینش ندارم، ولی میخوایم توی کوئری باینری سرچ تری صحبت بکنیم. CLRS بهش اشاره کرده، مبحث سرچینگه. ولی همونطور که میبینین توی اینجا نوشته میخواد مثلا مینیمم ماکسیمم ساکسسور و پردسسور و سرچ رو اول از همه بگه، یعنی قبل از اینکه درجا حذف بگه میخواد درباره این مسائل صحبت بکنه. و ما هم سعی میکنیم که همینجوری بریم جلو، ولی قاعدتاً ما مجبوریم اول یه درخت رو بسازیم. اوکی، بنابراین ما مجبور میشیم که اول اینزرشن یا درج کردن رو داخل درخت کدش رو پیاده سازی بکنیم و بعد بریم سراغ
سرچینگ و اینها که و در آخر هم چون یه ذره دیریژن یا حذف کردن یکم سخته، یعنی یه ذره ریزه‌کاری داره، ما مجبور میشیم اونو در آخر از همه انجام بدیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره، ما شبه کد رو پیاده‌سازی می‌کنیم، چون تو هیچ کدوم از ویدیوهایی که من حالا دیدم توی یوتیوب برای کسایی که حالا برنامه‌نویسی زیاد خوب بلد نیستن و یا تازه وارد هستن به دنیای برنامه‌نویسی، شبه کد که مبحث خیلی رایجیه. بنابراین حالا طی آموزش‌هایی که من تو دانشگاه داشتم متوجه میشیم که خب شبه کد اولین مبحثی هستش که به یک دانش آموز یا دانشجو یا دانش آموز رشته کامپیوتر یاد داده میشه و باهاش آشنا میشه تا بتونه اونو پیاده سازی بکنه. کار دیگه به شبه کد نداریم، فقط میخوایم اونو پیاده سازی کنیم، اونم به زبان پایتون. نکته‌ای که وجود داره اینه که من از هیچ کتابخونه استفاده نمی‌کنم و صرفاً هدفم اینه که یک روی کرده، نه صرفاً کدمون خیلی تمیز و خوشکلاسیون باشه. ما میخوایم هدفمون اینه که یک رویکرد تفکر محور داشته باشیم که چطوری بتونیم مثلا این کدهایی که داخل این کتاب ها هستش، حالا این کتاب مثلا طراحی الگوریتم، اونو به زبان‌های مختلف، حالا به عنوان مثلا من اینجا پایتون به عنوان زبان انتخابی که کردم پایتونه، که من میخوام اونو پیاده سازیش بکنم، این کدها رو، شبه کدها رو. و بعد روی کردی که ما داریم، مثلا شما اینجا نگاه بکنین توی کد CLRS اومده به صورت فراخوانی بازگشتی یا ریکرژن اومده عمل کرده و سعی کرده از فور و وایل و لوپ اینا تا حد ممکن است دوری بکنه. بنابراین توی خیلی از عملهایی که انجام میده ما شاهد این ریکرژن ها هستیم. اتفاقی که میفته اینه که ما اصلا از ریکرژن استفاده نمی‌کنیم. به عنوان مثال اومده این سرچ تری و بر اساس این ریکرژن چیز کرده، پیاده سازی کرده. این نسخه ایتریتیوش هم اینجا نوشته که خارج از ریکرژنه. بنابراین ما سعی می‌کنیم که از ریکرژن که حالا یک رویکرد بالا به پایین هستش دوری بکنیم، چون این ذره مفاهیم ممکنه سخت و پیچیده بکنه، ولی ما رویکرد پایین به بالا داریم چون مفاهیم برای خیلی‌ها خیلی راحت‌تر هستش، یعنی میتونن راحت‌تر کد رو درک بکنن اینجور چیزا. و اینکه ما دیگه کد خوشگلش نمی‌کنیم، دیگه تمیز نمی‌کنیم. حالا شاید در آخر هر کسی بخواد بر اساس منطق خودش، حالا بعد اونایی که برنامه‌نویسی حرفه‌ای‌تر کار کردن تو پایتون تجربه بیشتری دارن، بیان کد خوشگل‌ترش بکنن، ولی ما به این مبحث دیگه نمیپردازیم و صرفا سعی می‌کنیم یه کد رو بنویسیم، منطق پشتش رو توضیح بدیم، بگیم هر خط چی کار میکنه، هدف از اون خط چیه، تا بتونین خودتون یک برنامه‌ای رو بعداً بنویسید.